این شما و این خوشمزه ترین پیتزای دنیا. خب منو ببینید دارم غذا میخورم. بیلجین امالا. خب بچه ایران داره انقلاب میشه. بچه امشب اومدیم کنسرت. اینجا تو چیتگر کنسرت گذاشته. آره اومدیم اینجا فقط برای پیتزا خوردن و رسیدیم به یه جای خیلی باحال. واقعا فضاش باله. تازه بندری شد. بیا برگردیم بندریش کردن. بچه عمر بندری شد دوباره پلیلیست های عوض میشه. ما دوباره داریم برمیگردیم سر جای اولیه. بیا بریم دیگه. بیا برو کنار پیام بازرگانی مگه؟ آره من هم میام رد میشم در میرم زیگزاگی نمیذاری از منظر فیلم بگیرم. اومدیم داخل دنبال میز میگردیم. هر سری که بیایم اینجا قبل اینکه اصلا غذا سفارش بدیم دنبال اینیم که اول جامون اوکی کنیم، چون واقعا خیلی شلوغه. جناب تشریف آورد. ببین تو اونجا وایسا. بای بای میکنه. ما رو بپوین دو نفر در خود میرم بگم نباشه. بله داشت اشاره میگرد که بلند شدن و قرار ما بریم بشینیم. ببین واقعا خیلی تلاش کردیم ما برای این صندلی. حقمون. تو نبودی داشتم میگفتم. از چند جبهه داشتیم سرچ میکردیم پایین بالا اون بر بیرون که گفتی سرد این داخل داشتیم اومدم. این شما و این خوشمزه ترین پیتزای دنیا. توش مرغ داره، ریحون داره، پنیر پارمزان داره. این سس پستوش خیلی خوب مرینیت میشه. سس پستوش این مهارتش تو اینه. واقعا خوشمزه. عالیه. بریم که بخوریم. اصلا با لبات بازی میکنه. این اصل جنسه. این با همه جات بازی میکنه. اوه خطری داری میشی. خب یه دونه اینجا یه دونه هم اینجا. برو بریم تو کارش. بیا پیتزا تو بزن به پیتزا. به سلامتی. اینم میره تو دهنه فیلم بردار. واقعا رخ منو ببینید دارم غذا میخورم. من واقعا با این تراپی میکنم با این پیتزا. قیافه‌مون عالیه. ای گلای اینجا چه خوشگله. شکممون پر شد و دیگه بریم برای ادامه بیتی رو. دیگه داریم میریم سمت ماشینمون. بریم خونه دیگه، خسته شدیم. ولی خیلی خوش گذشت خدایی. هم اولش که وارد شدیم اون فضای شادی که یهو دیدیم، هم غذا خوردن بعدش، اون قسمت ریتینگش هم خوب بود. کلی فیلم گرفتم. آره دیگه خیلی سرده داریم میریم.
بریم سفر ماشین میشیم. بیل جین امایلا. اینم هنوز عشق من. موزیک مایکل جکسون تو ذهنمه. آره بالا خدایی این چیه زنبیلو دادی دستم آخه بابا. هی نگو دیگه بابا این برو. زنبیلو دادی دستمون هی داریم راه زنبیل میریم. نیست غذاه. بابا این اگه ناراحتی فردا همه مگه من رفتیم میخورم. هیئت که قیمه دادیم مثلا. نه خیرم رفتیم قیمه پیتزا گرفتیم داریم میریم. چیکن پستو گرفتیم. او مای گاش. خب بچه ها شب خوبی داشته باشین. امیدوارم که به شما هم مثل ما خیلی خوش گذشته باشه. خدافظ. چو بده. اشکان خدافظی کن. خداحافظ. خدافظ.